اگر موقع نوشتن پرامپت تو هوش مصنوعی این نکات رو رعایت کنی، بهت قول میدم که بهترین نتیجه رو میگیری. پس آخر ویدیو همراه من باش. سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدین به یه ویدیو دیگه با من. امروز ما با هم قراره که دومین قسمت از در واقع پرامپت هوش مصنوعی رو یاد بگیریم. پس اگر قسمت اول رو ندیدید لینکش رو براتون بالا میذارم، حتما ببینید، چون ساختار کلی رو در واقع ما اونجا با هم انجام دادیم. پس خیلی بهتره که اول اون رو نگاه کنید، بعد بیاین در ادامه این قسمت رو نگاه کنید. بریم که شروع کنیم. میخوایم که یه سری نکات رو ببین. کلا اینجوری بهتون بگم، کسایی که با هوش مصنوعی کار میکنن کلا چند دستن. یا که مثلا آقا فقط جواب یه چند تا سوال شخصی رو میخواد بدونه مثلا آقا این دستور غذایی چیه. یه سری آدمای عامیه که حالا اینکه چی جوری بنویسن خیلی اهمیتی نداره، ولی اگر تخصصی دارید کار میکنید، چون خیلی هستن که آقا این کارشونه، کپی رایترن، سئو میکنن، پس باید یکم مفهومی تر و قوی تر اینو بدونن. حالا صحبت به هوش مصنوعی برای سئو کار، برای سئو کردن در واقع چی جوریه؟ اول که چیزی که بهتون بگم اینه که هوش مصنوعی کاملا مثل بچه است و آموزش میبینه. یعنی مثل یه بچه باش برخورد کنید و بهش یاد بدید که چی ازش میخواید. مثلا اگر یه سوالی رو اشتباه جواب میده بهش بگید. جدیداً یه مقاله اومده بود که من داشتم میخوندم، میگفت که شما با هوش مصنوعی بد صحبت کنید، مثلا بهش فحش بدید، احتمال اینکه یه جواب درستری بگیرید خیلی بیشتره. پس آموزشش بدید، دعواش کنید. مثلا اگر یه کاری اشتباه انجام داد، یه چیزی رو اشتباه داد بهتون، بهش بگید و بذارید که بدونه شما دقیقاً چی ازش میخواید. مورد بعدی اینه که در هنگام نوشتن پرامپت حتما از شخصیت پردازی استفاده کنید. اگر یه جواب خیلی در واقع اصولی و اینا میخواید، من یه جا توی ویدیو قبل بهتون گفتم که این توی ایران جواب نمیده. توی ایران در چه صورتی جواب نمیده؟ این که تو بیای یه آدمی رو الگو کنی که مثلا تو ایران هم خیلی شناخته شده نیست. مثلا آقا من گفتم که در حد بین المللی باشه. مثلا دارم میگم هادی چوپان علیطایی تقریبا اینترنشنال همه میشناسن، بین المللی. ولی مثلا چه میدونم یه آدم ورزشکاری که توی یه باشگاهی ممکنه همه نشناسنش. پس ما میایم در واقع از شخصیت اون آدم بهره میگیریم. مثلا میگیم کارشناس سئو، یا مثلا یه ترینر حرفه‌ای، مثلا دیگه چی بگم، گرافیست حرفه‌ای. حالا اینو بیاین جهت بدید که آقا با بیش از مثلا 10 سال سابقه که یه دانش عمیق از سئو داره برخورد کن و مثلا من بگو که من اینو چجوری سئو کنم اینجوری. این خیلی بهتون کمک میکنه جدی. توانایی تحقیق و انتخاب کلمه کلیدی مناسب. قبل از اینکه شروع کنید به سئو یکم بخونید، یکم سرچ کنید، همه چیز رو نسپارید به هوش مصنوعی. توی پرامپت نویسی کلمات کلیدی مناسب بهش بدید که اونم در واقع همون جوابتون بده. این خیلی مهمه. بهش بگید که یه محتوای جذاب و آموزنده بهتون بده. اینم وقتی استفاده میکنید خیلی ممکنه که در واقع جواب سوالو ببره به جهت دیگه. اصول نگارشی و دستور زبان نکنید مثلا نیم فاصله رعایت کردن و اینا اونقدر اهمیت نداره. وقتتون رو خیلی برای این داستان نذارید. حالا دستور زبان کاما بذارم و فلان و اینا مهمه. مثلا کاما گذاشتن بعضی وقتا جوابو تغییر میده. بذارید نقطه، بذارید گیومه، بذارید بدون هوش مصنوعی که با کی طرفه. اونقدر میگم مهم نیست که وقتتون رو بگیره، ولی اگر بذارید خیلی بهتره. پس رعایتش کنید، از دستش ندید. مورد بعدی چت با هوش مصنوعی برای تولید تصاویره. اولی که یه فرمت مناسب انتخاب کنید. مثلا آقا JPEG باشه، PNG باشه، یه فرمت مناسب تو دسترس انتخاب کنید دیگه. مورد بعدی که پرامپت نویسی برای این محتوا با زبان انگلیسی بهتره. دستتون بازتره، بیشتر میتونید در واقع آپشن بدید. خیلی از هوش مصنوعی که تصویر تولید میکنن خیلی با
در واقع فارسی حالا چیزی جز انگلیسی آشنایی دارن، نمیگم ندارن، ولی اگر میخوای جزئیات بدید زبان انگلیسی بهتره. پس با زبان انگلیسی که بچه واقعا زبان انگلیسی الان دیگه اینقدر سخت نیست. میرید توی گوگل ترنسلیت میزنید که آقا من یه عکس میخوام با فلان فلان، ترجمه شده بهتون تحویل میده. پس فکر نکنید که کار سختیه، شما دارین سخت میگیرید. فهرستی از کلمات مناسب رو قبل از دادن پرامپت آماده کنید. دقیقاً همین. شما میرید توی دیکشنری مثلا میزنید گرافیک، مثلا میزنید دیزاین، نه همشون خودش میشه و لیست میکنی و به هوش مصنوعی میدی قبل از اینکه بخوای پرامپت بنویسی و اونم یه جواب درخورتر بهت میده. استفاده از حس و حال فضای مورد نظر برای خروج بهتر. مثلا من یه عکس میخوام، عکس تبلیغاتی باشه، برای اینستاگرام باشه، در واقع حال و هوای مینیمال داشته باشه. اینجوری باهاش صحبت کنید که یه خروجی نسبتاً بهتری دریافت کنید. اینم شد هوش مصنوعی برای تولید تصاویر. قبلی سئو، الانم تولید تصاویر. هوش مصنوعی برای یادگیری مهارت. حالا مثلا بخواید شما شروع کنید مثلا یه سری مهارت رو از توی ChatGPT یاد بگیرید. حالا یا هر هوش مصنوعی، از هوش مصنوعی بخواید یه سری مهارت یاد بگیرید، بعد چیکار کنید؟ استخراج ویژگی‌های شخص ماهر و مهارت‌های مورد نظر. مثلا آقا کسی که من تو ذهنمه تو حوزه گرافیک میگم، مثلا اینستاگرام ایلاستریتور بلده، پریمیر بلده، اینا رو بلده دیگه. یه سری مهارت‌های خاص داره، مثلا تایپوگرافیش قویه، پوسترش قویه. این ویژگی‌ها رو استخراج کنید و به هوش مصنوعی بدید. مورد بعد بهره‌گیری از همون ویژگی‌ها برای آموزش دادن هوش مصنوعی. بهتون اسلاید قبل گفتم، 2 تا اسلاید قبل گفتم مثل بچه‌تون باهاش برخورد کنید، آموزش بهش بدید. مثلا بگید آقا من یه همچین پوستری با یه همچین ویژگی میخوام، اینجوری. یعنی میدونید باهاش سعی کنید که روزمره کار کنید که اون بتونه بهترین جواب شما بده. استفاده از منابع برای فراهم کردن مثال ساختار. مثلا آقا من یه چیزی مثل این میخوام، شما وقتی دارید بهش مثال میدید اون سعی میکنه که یه چیزی مثل اینو براتون آماده کنه بهتون بده. میشه واقعا که مثلا بهش مثال بدینم خیلی بهتره. مثال یکم جهت‌دهی رو براش راحت‌تر میکنه. از مثال غافل نشید. پرسیدن از هوش مصنوعی برای لینک‌ها و منابع یادگیری. آقا مثلا بهش بگو که من میخوام مثلا فلان چیز رو یاد بگیرم، برو توی یوتیوب مثلا این چند تا چنل معرفی کن، یا آقا لینک مثلا خرید در واقع مثلا چه می‌دونم اینو بده که من از کجا میتونم یه مرجعی داشته باشم بتونم یه پکیج مثلا از گرافیکو بخرم. اون بهتون لینک میده اگر تو گوگل باشه، اگر مثلا تو یوتیوب باشه بهتون لینک میده، منبع میده، کتاب میده. پس این خیلی بهتون کمک میکنه اگر میخواید مهارت شروع کنید یاد بگیرید. پس اینم از هوش مصنوعی برای یادگیری مهارت. حالا من خیلی دوست داشتم که نظر خود هوش مصنوعی رو راجع به چطور سوال پرسیدن برای بهترین جواب ببینم که چیه نظرش، که آقا مثلا چجوری سوال بپرسیم که بهترین جواب بگیریم. پس بریم که ببینیم نظرش چیه دیگه. خب آقا من اومدم ازش یه سوال پرسیدم، سعی کردم که حالا یه سوال خودمونی باشه دیگه، به طور خیلی یونیک و خاص بهم بگو که چطور ازت سوال بپرسم که بهترین جواب بهم بدی، طوری که بهت منظورمو برسونه و بهم مهمترین نکاتو بگو، از مهمترین ها تا بی اهمیت ترین ها. بچه‌ها لطفاً بهش نگید لطفاً خواهش نکنید سلام نکنید، بهش همون درخواستتون رو واضح بگید. نیاز نیست سلام کنید، حالا احوال کنید، اینا اصلا نیاز نیست. پس خیلی روک ازش بخواید که جواب بهتون بده. حالا این گفته که آقا این ببینیم نظرش چیه. اولش نیت پشت سواله دقیقاً همون چیزی که تو ویدیو قبلی گفتم. بهش بگید که آقا میخوایم اعتماد بیاد و برند جدی تریده بشه. نیت مثلا نقشه است، بدون داشت حتی بهترین جوابم گم میشه. این از این دقیقاً چیزی که ویدیو قبل بهتون گفتم. بگو برای کی و در چه حالتی. اینم دقیقاً کانتکست همون قبل بود که بهتون گفتم. حس قالب و نظرتو بگو، آروم باشه، شارپ باشه. اینم میشه همون لحن. مثلا چه میدونم خفن باشه، بازاری باشه، فلان باشه. لحن بهتون گفتم دقیقاً خیلی مهمه، تعیین کننده تر از موضوعه، در حالی که اهمیتش کمتره ولی تعیین کننده تره.
میگه مثال بده. اینم بهتون گفتم خیلی مهمه، مثال کلا جهت رو معلوم میکنه که بدون دقیقا شما دنبال چی هستید، پس مثال هم مهمه. اگه عجله یا نه رو مشخص کن. این حالا خیلی چیز نیست، کسی که داره تو چت جی پی تی قطعا یه ذره وقت داره که بگرده، ولی خب جواب عمقی بگیرید. و در آخر یه ذره فضا بذار برای خلاقیت که این هم میشه. حالا این دیگه خیلی به نظرم الکیه، ولی خب این 5 تای بالا دقیقاً چیزایی بود که من توی ویدیو قبلی بهتون گفتم، خیلی جامع‌تر و کلی‌تر. پس اگر ندیدید حتما برید ببینید. چرا رسیدیم به آخر ویدیو، لطفاً لایک، سابسکرایب و کامنت یادتون نره. اگر سوالی داشتید من حتما بهتون جواب میدم. پس تا یه ویدیو دیگه و در واقع یه موضوع جذاب دیگه، فعلا